کنی دادرم سلام علیکم، خوش آمدید. یگان شکایت داره؟ چند وقت شد سلامتیم بد. هی شکمم درد میکنه. هی دیر باز بله. زبانتان را نشان دهید. هی پوشید چشمانتان را کلم. هی دستانو به من دید. هی نزد یگام طبیب رفتید؟ رفته بودم. خب چی گفت؟ نزد آن طبیبی گذری بالا. ها چی گفت؟ گفتم شکمم درد میکند. میگوید که گوشهایتان را بریدن در کار. هی هرچند میگویم که شکمم درد میکند، میگوید که گوشهایتان را بریدن در کار. همون طبیبی بالا؟ بله. نادرست کردید. آوای جراح وظیفش یگان جا را بریدن در کار. حتما چی کسی رود باید برد. شما زیق نشوید دادر یکش. زیق نشوید. من طبیبی دارو و گیاه هستم. بله. خوب دامولا طبیب. پشتم. شما حالی آسان می شود. من یک داروی نغز از علف تیار کردم می دهم. شما استعمال می کنید، گوش ها خودشان می افتن. دادرم به خودت این داروی نخورده افتید کو. ولی شفا طبیب جان ولی شفا سوف شالله شالله شفا میابید. دردتان چی بود؟ طبیب من دردم زکام. از من دورتر شینید. همین بر وقتر گوید نمیشود. شالله شفا یافتید. لیکن طبیب جان همین بعد زکام شدم درد بیدار خوابی میکشم. بیدار خوابی خوابتان نمیبرد. بسیار دردی وزبین است. لیکن بنده برای این دردها شفا دارم. من داروی بسیار خوب تیار کردگی. اگر یک دانش با شما میتیم، شما پیش از خواب استعمال کنید. اگر عمرتان باقی باشد و تا پگاهی اگر بیدار شوید، باز دو دیگر میدیم. دردتان بیدوا. این چخیل درد؟ حسود. اکنون چی می شود؟ حسود شما را میخورد. چرا اینقدر مردمی بسیار در این کل جوانان جمع آمدن؟ زیرا که اوکجان نرخ و نوای کرارت ها به آسمان هفتم دکه خورده ایستاده است. چرا؟